حرکت سیاسی گروهی بسیار در یک روحیه خیلی قوی قرار دارد. ظلم و ستم، کشتن، قتل، ربودن، فشار آوردن بالای خانواده ما هیچ این قدر ذره برای ما چکار نمیکند، ضربه نمیزند، بلکه روحیه ما رو بالاتر میکند و ما مبارزه خود رو پیشتر میبریم. مثلا در هفته گذشته مقامات قدرتی رفتن خانه تمام مبارزان، از جمله خانه ما، خانه ابوذر خواجه‌زاده، خانه محمد جان، خانه ده ها اعضای حرکت سیاسی گروهی بسیار بیان خط گرفتن که فرزندان شما باید در تظاهراتی که امام علی رحمانی به اروپا سفر میکند اشتراک نکنند، فلان و بسمدان نکنند. خب این 10 سال هاش هم خیلی ادامه دارد. باز که چی میبینید که ما در بخش مستقیم هستیم، مبارزه خود رو میبریم و اگر 10 تظاهرات دیگر شود میریم اشتراک میکنیم، مبارزه خود رو میبریم. اگر با ماشین رحمانوف هر چیز زدن باشد میزنیم، اگر در روش روبرو بخوریم در روش میزنیم و هر راهی روبرو بشیم مبارزه خود ادامه خواهیم داد و از هیچ راه دست نمیکشیم تو اینه که حکومت دیکتاتوری امام علی رحمانوف و غاصبی حکومت مردمی تاجیکستان از بین برده شود که حکومت مردمی تاجیکستان توسط همین نفر و اولاد همین نفر غصب شده است و ما مبارزه خدای ادامه میتیم. مطمئن باشید مقامات امنیتی، مقامات حفظ حقوق که خانواده ما را فشار آوردن تو هیچ اهمیتی ندارد. مطمئن باشید همین چند روزه که شما فشار آورده شدید که مثلا نروند، ببینید در همین یک هفته ما زیاده از 5-6 تظاهرات داشتیم، بچهای ما فعالانه اشتراک کردن. یا تعدادش میگه که تو کارت فلان چی از فلان تظاهرات نره که کارت باقی میمونه. میگم من کارم همون کار کامپیوتر من در تلفن میکنم، ولی اجازه بدید من در هم تظاهرات برم. میرن در تظاهرات اشتراک میکنن. یا تعداد دیگه هم میگه که برادر به چهره خودت پنهان چهره نشان نده، امروز روزی ننگه باید من مبارزه و چهره ماشون در مقابل امیر رحمان مبارزه ببرم. این یک روحیه و اراده جوانان و اعضای حرکت سیاسی گروهی بسیار است و مطمئن باشید که این روحیه را شما شکستن نمیتوانید. یک نفر بردن یا 2 نفر بردن و کشتن و یا اینکه پدر مادر ما را ظلم کردن راه سر راه ما را نمیگیرد، راه را نمیبندد. به خاطری که ما با خود و خدای خود و خلق خود وعده دادیم و صادقانه پیش میریم. هیچ راهی سر راه ما را گرفتن نمیتواند. هیچ عمل شما مطمئن باشید شما میتونید فشار بیارید، میتونید ظلم کنید، میتونید قتل کنید. حالا تحقیر کردید که مثلا خانه و در فلانی رو مصادره میکنیم، اموال فلانی رو مصادره میکنیم. در گذشته هم کردید، 10 اموال ها رو مصادره کردید که چی؟ خب مال است رفت دیگه، همون مال هر روز نه هر روز میره از دست. خب بگیرینش دیگه، اوش هم بگیرین. چی کرده است دیگه؟ از ما که چی میره؟ خب بگیرین دیگه. وقتی که شما براتون همون مال و ملک همین مبارزان لازم است بگیرین، ما هم مال و ملک را نداریم که بگیرین. و اگر که هم یک خانه در اونجا است که اگر به اسم پدر و مادر یعنی از پدر و مادر ماست، اگر همون گرفتنی باشین همون بر شما بخشیدیم، همون هم بگیرین دیگه. فرقی نمیکنه برای ما. این راه مقدس است و به خاطر آزادی ملت، آزادی تاجیکستان و روشنایی تاجیکستان ما مبارزه خواهیم بود و اراده ما اراده قوی است و مطمئن باشید که با این روحیه بلند ما مبارزه خود ادامه میتیم. ما بر نمیگردیم از این راه. ما نمیترسیم از شما هیچ کسی نمیترسد. خب فکر میکنید که یک نفر دزدیده برده در داخل تاجیکستان شکنجه کردید، شما روحیه اون رو میشکنید و یا اینکه اون انسان مبارز در زنجیر هم باشد، اون مبارز است و اون شیر است و اون جسارتش است. حالا اخبارهایی که نشر شده است که مثلا میگن که یتیموف با یک ماشین خیلی مثلا بزرگ و سیاه شیشه اومد از با سلاح‌های هنگفته روبر حرکت سیاسی گروهی بسیار از فرودگاه برده است. حالا معلومات دقیق نیست، همون چیزی که نشر شده است در رسانه‌های مجازی. خب خدا کنه که این چیز حقیقت نداشته باشد. اگر حقیقت داشته باشد، ببینید به خاطر یک نفری که در دستش یک قلم دارد، یک سخن دارد صحبت میکند، شما 10 امنیتی را با سلاح‌های گوناگون و ماشین‌های گوناگون و رئیس کمیته امنیت بیارین و یک نفر از فرودگاه باید بگیرین ببرین. یعنی ببینین جسارت و شجاعت یک انسان شما را چقدر میترساند که شما با تمام نیرو و تواناییتون میوه یک نفر از فرودگاه میگیرین میبرین. اینا میگن مردی،
اینه میگن مرد اینقدر ارزش داره و شجاعتش اینقدر است. وقتی که یتیم و فبایا گنج ببره یک نفر میرود، هیچ نفر پرواز ندارد، چون ارزش ندارن شما. ولی یک مبارز ارزش دارد، یک مبارز شجاعت دارد، یک مبارز مردانگی دارد و مبارز ایستادگی دارد. اون واقعا مثل یک ستونی است که اگر کنده شود خواننده چپه کرده می شود. اونقدر برای تاجیکستان مهم است و برای مردم تاجیکستان مهم است که شما از ترس و هراس همه کار میکنید. میبینید برای یک انسان رو مخصوصا از ترکیه را بردن دزدیده و بردن چقدر مبلغ مصرف کرده می شود؟ میلیون ها. شما فکر نکنید که با صدها 200,000 دلار که 1 میلیون دلار می شود چون این کار رو انجام داد. اینو میلیارد مصرف میکنن که یک مخالف از خارج کشور با طریق غیر قانونی به تاجیکستان ببرن. یعنی ارزش یک مبارز میدونه چقدر برای رحمانوف است، چون یک زبان دارد، یک قلم دارد، می نویسد، اما شجاعتش، ارادهش، روحیش میدونه چقدر است، در همون سطح بالا قرار دارد. این است که حکومت رحمانوف همه کار را میکند برای نابودی آنها. اما میبینیم که روز تا روز فشار آوردن، کشتن، دزدیدن این جوانان رو زیاد میکند. تعداد ما افزایش این زیاد میشود هر روز. همین بعد از بردن یعنی بعد از دزدیدن ناپدید شدن رهبر حرکت سیاسی گروه 24 چند نفر چهره آشکار کرد به میدان آمد. یک نفر رو میبره 10 نفر دیگه از این طرف میبیاد. ببینید من از سال 2014 تو این جانب در حرکت سیاسی گروه 24 از سال 2014 ما وقتی که در مسکو مبارزه را شروع کردیم، میدونید تعداد ما چقدر بود؟ خیلی زیاد بود. ما مبارزه را یک بار شروع کردیم در اداره کرامت شریف خدا رحمتش کنه داخل شد. نوارها در سامانه همو هست اگر که پاک نشده باشد. در همون نوارها میبینیم ما زیاده از 30 نفر فقط نزد کرامت شریف رفتگیم. همین جوانان فعال فقط 30 نفر، حالا که با چندین نفر دیگه ما نتوانست بیا. 30 نفر در همون جا رفتیم اشتراک کردیم. حاضر بدرو در حرکت سیاسی گروه 24 از همون 30 نفر ببین چند نفره؟ 3 نفر یا 4 نفر. دیگر روش خود بردن یا خود در راه گشتن و یا خود کشتن یا اینکه دزدیدن. اما حرکت سیاسی گروه 24 از بین رفت. راهی مبارزه برای سرنگونی رحمانوف از بین رفت. حالا در نشست های ما مگر از 30 نفر زیادتر نیست؟ 10 نفر همان نفرات جدید با قلم تیزتر، با شجاعت قویتر بازم مبارزه میبرن. این راه، این مکتب است که از بین بردن نمی شود. قتل کشتار مردم رو زیاد میکنه در این راه. همین حکومت شوروی سالها در مقابل دین مردم تاجیکستان مبارزه بود، ولی همه ساله مکتب های در زیر مدارس، در زیر همون پدول هایی که ما میگیم یا که زیر خانه هایی که وجود داره زیادتر شد و زیادتر شد، درس ها زیادتر شد، دین دوستداری زیادتر شد. یعنی هر چیزی را که بلاش بیشتر ظلم کنی، بلاش افراط کنی، اون چیز طرفدارش زیادتر میشود. همین است که حرکت سیاسی گروه 24 روز تا روز چیکار میکند؟ بزرگتر و بزرگتر و قویتر میشود. همه ساله ما 10 نفر دیگر با اعضای خود باز نمیپذیریم. برای درخواست کردن که اعضای حرکت سیاسی گروه شوند مردم 2 سال 3 سال منتظر فقط میشوند که اعضای حرکت سیاسی گروه 24 شوند. تا 3-4 سال فقط منتظر میشوند. یا تعداد مثلا یک گروه دیگه هست که کم کم خودنمایی میکنن در این رسانه و رسانه در مقابل ما حرف میزنن، حاضرو مخالفن اونا را ما نپذیرفتیم چون مطابق همین حرکت عمل نمیکردن. ما میدونستیم که چارچوب اونها، راه اونها مبارز شاید باشند. ما در مبارزه اونها چه وارد نمیکنیم، شک وارد نمیکنیم، اما در چارچوب حرکت سیاسی گروه 24 مطابقت نمیکنند. از این دیدگاه ما میتوانیم یک کس رد کنیم، یک کس قبول کنیم. قبول نکردیم که امروز در مقابل ما مبارزه میبرند. ما علاوه بر همین میپذیریم این فکر تنقیدی رو. هر چیز در مقابل ما میگن اگر اشتباه باشد اصلاح میکنیم،
اگر تهمت باشد حوالهشون رو به خدا میگذاریم. ولی اگر که صلاح کار رو میخوان و پیشنهاد میکنن ما اورش کار میکنیم، اصلاح میکنیم، پیش میریم. از همین دیدگاه ظلم کردن معنا ندارد، ربودن معنا ندارد، کشتن معنا ندارد. چون این راهی هست که همه روزه مثل یک جنگل که درخت سبزیدن میگیره، ریشه به ریشه همینطور رفتن میگیره. این یک درختی است که هر روز ریشش وسیع شده رفتن میگیره. این رو شکستن نمیشود دیگر آخر. چند قدر میخواهید ظلم کنید که این از بین برود، ولی نمیرود.